من شف دکترم و اینجا قراره با هم دیگه یک پیتزای هیجان انگیز درست کنیم. پس حتما تا آخر ویدیو رو همراه من باش. بزن بریم. خب اینجا چیا داریم برای خمیر پیتزامون؟ من از 1 کیلو آرد استفاده کردم. هم آرد نول میتونین استفاده کنین، هم آرد قنادی که من الان از آرد قنادی دارم استفاده میکنم، اسمش آرد کلاله. بعد هر 500 گرم 1 قاشق غذاخوری مخمر و برای هر 500 گرم 1 قاشق چایخوری شکر با نمک که من الان اینجا 1 کیلو داشتم 2 برابر کردم همه رو. یعنی برای هر 500 گرم 4 قاشق غذاخوری که من اینجا الان 8 قاشق غذاخوری کردمش. خب اول شکر و نمک رو اضافه میکنم، یک مخلوط ریز میکنمشون اینا رو. بعد مخمر رو به آب ولرممون اضافه میکنم، یک مخلوط ریز میکنمشون. اگه نذاشتین عملا بیاد اب نداره، عمل اومدم برای اینه که شما بدونین که خمیر مایه‌تون فعاله یا نه. من از فعال بودن خمیر مایه مطمئنم، برای همین فقط الان مخلوط کردم با آب، با آبی که از دستور داره ها. آب اضافه تر بهش اضافه نکنین. خب بعد به خمیرمون اضافه میکنیم، به آردمون منظورمه. آبم اینجا بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم که قشنگ مخلوط بشه. قشنگ آبو با آرد مخلوط میکنم. برای هر 500 گرمم آرد 300 گرم لازم داره که من اینو الان 2 برابر کردم. آب و آرد رو با هم مخلوط میکنیم تا جایی که میشه. بعدش میریم سر وقت ورز دادنش. الان بهش روغنم اضافه میکنم. وقتی که جمع شد میبینی جمع شد خودشو گرفت. بهش روغنم اضافه میکنم. میریم برای ورز دادن کامله. روی میز کار میریزم خمیر رو. خب الان کامل ورزش میدیم. قشنگ اینا رو جمع میکنیم میاریم وسط. میخوایم چقدر پیتزاهای هیجان انگیز باش درست کنیم. قشنگ کامل ورزش میدیم که خمیر 1 دستی بهمون بده. بعدش هم میذاریم برای استراحت که چند برابر بشه. اینجوری مثلا ببینی قشنگ ببینین جمع شد. خمیر پیتزا اینقدر راحته، اینقدر خوشمزه و خوش بافت میشه که دوست داری هر روز پیتزا درست کنی. خمیرمون رو کامل از گوشه ها جمع میکنیم، روغن آغشته میکنیم داخلش که بره استراحت کنه و چند برابر بشه. روشم یه سلفون میکشیم که قشنگ گرم بمونه، بره که چند برابر بشه. این هم از خمیر ما که قشنگ پف کرد. ببین حالا بریم پفش رو خالی کنیم. حالا برش داریم. ببین چه خمیری در آوردیم. ای بله. این رو وسط میس میکنیم. یه نصفش اندازه بگیرم ببینم چقدره. این 800 گرمه. اینم 800 گرمه. دوتاش اندازه درست کنیم. همین رو باز میکنیم. خدا صدای بذار من اینو باز کنیم. یکی برای توی سینی فره بازش کنم گردش. قشنگ خب مستطیل شکل بشه. خب بابای توش میتره که اگه خوب داره صدا رو میده. آره دیگه همه خوب داره پف میکنه دیگه. قشنگه. داریم تو سینی رو بگیر ماما. خب
حالا بیارش رو میز. آفرین. پخش میکنیم، بازش میکنیم قشنگ. همه این سینی رو گرفت با 1 کیلو خمیر که 1 کیلو آردی که گذاشتم. 2 تا 800 گرم به من داد که این 2 تا 800 گرم رو الان برای این سینی کامل من گذاشتم. خیلی هم نباید چیز باشه، قطور باشه، چون خیلی پفکی میشه. الان به نظرم خوبه، هم نازک نیست زیاد، هم کلوف نیست. الان این بر اون بر این میخوام پیتزای 4 فصل بشه. خب اینو سس قرمز، اینم سس باربیکیو. کافیه. خب حالا پخشش کن. وسطم من سس دستساز درست کردم که با پوره گوجه و پیازچه و سیر و نمک و فلفله گذاشتم، یکم پخته شد. خیلی طعم خوبی داره. اینو پخش میکنم کف. اخ بچه ها، اینو زدین چنگالم بزنین، حواسم نبود خمیر چنگالم بزنین. خب اینجا به سس آلفردو رو اضافه میکنیم که اونم خودم درست کردم. قشنگ پخشش میکنیم کامل. بعدش هم که گفتم چنگال کنیم، اینم انجامش میدیم که قشنگ اون خمیر هواده‌ای بشه و بتونه پف کنه. روش پنیر پیتزا میریزیم و شروع میکنیم به ریختن تاپینگ‌های مورد نظرتون. حالا من اینجا سوسیس رو رنده کردم، برای این اولیه ریختم که سس باربیکیو ریختم. روی اونی که سس گوجه خودم درست کرده بودم گوشت ریختم. روی این بری سس کچاپ مرغ و گوشت و سوسیس ریختم. برای روی آلفردو هم مرغ ریختم و روش هم دوباره پنیر پیتزا و قارچ به اندازه‌ای که میخوایم اضافه میکنیم دیگه. بالاش هم که دل بخوایی از هر تاپینگی میتونی استفاده کنیم. من اینجا ذرت و گوجه گیلاسی و فلفل دلمه استفاده کردم. 2 تا پیتزای این مدلی هم درست کردم که اون لبخنده رو شایان خودش درست کرد. چه پیتزایی! ببین محشر شد این پیتزا، انقدر خوش بافت و خوشمزه شد که حتما باید درستش کنیم. ببین نتیجه کار عالی بود. چه پیتزایی درست کردی. عالی شد. خیلی خوشم اومد. هم خوشباف شد، هم خوشکش و هم خوشمزه. جای همتون خالی. حتما چنلمو سابسکرایب کن، زنگوله رم بزن.